بچه یکی از کاربردهای مهم سری الکتروشیمیایی اینه که ما با داشتن سری یا دست کم با داشتن پتانسیل های الکترودی استاندارد نیم سلول هایی که به هر حال بخشی از سری هستن، ما میتونیم قدرت اکسندگی و کاهندگی گونه های مختلف رو با هم مقایسه کنیم. ما اینو میدونیم که خب تو هر نیم سلولی هم گونه کاهنده داریم هم گونه اکسنده. مثلا در نیم سلول روی گونه اکسندمون زد اندو مثبته، گونه کاهندمون زد انه. ولی مثلا در نیم سلول کلور گونه اکسندمون Cl2، گونه کاهندمون Cl منفیه. تشخیص گونه کاهنده اکسنده خیلی برای ما کار سختی نیست. خب فقط اینو پس فهمیدیم که در هر نیم سلول هر دو گونه وجود دارن و نکته مهم هر دو واکنش اکسایش و کاهش در یک نیم سلول قابل انجامه و اینا با هم در تعادلن. حالا وقتی دو تا نیم سلول کنار هم قرار میگیره ما اینو میدونیم که توانایی اکسندگی و کاهندگی گونه ها اینا با هم فرق میکنه و اینو بر اساس سری یاد گرفتیم که نیم سلولی که پتانسیل کاهش بزرگتری داره اکسنده تره و نیم سلولی که پتانسیل کاهش کوچکتری داره کاهنده تره، که ما اصلا بر اساس همین تفاوت در توانایی اکسندگی و کاهندگی سلول گالوانی تشکیل دادیم. حالا بیاییم و اونجا دیدیم که اینم بگم فراموش نشه و اونجا دیدیم که وقتی بین دو نیم سلول اتصال برقرار میکنیم و سلول گالوانی میسازیم، نیم سلولی که در سری پایین تر بود نقش آنود میگرفت و نیم سلولی که در سری بالاتر بود نقش کاتود میگرفت. پس میشه این جمله رو بگم نیم سلولی که در بالاتر قرار میگیره و در سلول گالوانی نقش کاتود داره، این گونه اکسندش بر گونه اکسنده نیم سلولی که پایین تره غالبه. به زبان ساده تر نیم سلولی که در بالاتر قرار میگیره اکسنده تره، نیم سلولی که در پایین تر قرار میگیره کاهنده تره. پس میشه این چند تا نتیجه رو بهش رسید. نگاه کنید. اولا که از اینجا دیگه عدد پتانسیل کاهش میشه یه معیار. برای چه چیزی؟ برای مقایسه خاصیت اکسندگی و کاهندگی. هر چقدر بچه ها پتانسیل کاهش بیشتر باشه، یعنی در سری بالاتر باشیم، خاصیت اکسندگی گونه اکسنده افزایش پیدا میکنه و هر چقدر پتانسیل کاهش نیم سلول کمتر باشه خاصیت کاهندگی گونه کاهنده بیشتر میشه. در این حالت یعنی ما در سری داریم میایم پایین تر. پس به زبان دیگه در ستون اکسنده ها که دیدیم ستون سمت چپ سریه، از پایین به بالا خاصیت اکسندگی زیاد میشه و در ستون کاهنده ها که ستون سمت راست سری باشه از بالا به پایین خاصیت کاهندگی بیشتر میشه. پس میشه گفت در سری الکتروشیمیایی در ستون کاهنده ها بالا به پایین کاهندگی زیاد میشه، اما در ستون اکسنده ها از بالا به پایین اکسندگی کم میشه. حالا به عنوان این مثال نگاه کنید. یه مثال خیلی ساده. یه سری اعداد پتانسیل کاهشی به ما داده، بعد میگه کدام گونه خاصیت اکسندگی کمتر داره. اول یه چیزی رو بگم که یادت باشه همیشه چک کنی، هرچند در تستای قدیمی تر مرسومه، الان خیلی دیگه رایج نیست، در امتحان نهایی که اصلا رایج نیست، و اونی که ممکنه یه دفعه طراحی شیطنتی بکنه و این نمادهای E0 که الان من نوشتیم و شما میبینید این رو به شکل پتانسیل اکسایش بده. تو از کجا بفهمی که این پتانسیل اکسایش یا کاهش؟ یاد باشه که پتانسیل اکسایش دیگه ما کاربردی ازش نداریم، این یک قرارداد قدیمی تره، شاید 35 سال پیش این جابجا شد و قدیمتر مبنا پتانسیل های اکسایشی بود، از 35-40 سال پیش به این ور پتانسیل های کاهشیه که مبنا قرار میگیره. من و تو از کجا بفهمیم که اون پتانسیلی که به ما داده کاهشی یا اکسایشی؟ بچه این خط کسری که میبینید برای نمایش هر نیم سلول گفتم بهتون باید اکسنده به کاهنده باشه، یعنی از صورت به مخرج باید عمل کاهش رخ داده باشه.
اگر این گونه نبود یعنی برعکسش بود، اون وقت پتانسیل اکسایش بداده. تو باید چیکار کنی؟ تو باید قرینش کنی، کار خاصی نمیخواد بکنی. الان یه چک با هم بکنیم. بچه نیم سلول اولی که به ما داده 2 مثبت ای صفره، امژ 2 مثبت به امژ. بله اینجا از صورت به مخرج عمل کاهشه. پایینی سی یو 2 مثبت به سی یو عمل کاهشه. پایینی آهن 2 مثبت به آهن عمل کاهشه و آخری پلاتین 2 مثبت به پلاتین. پس هر 4 تا نیم سلولی که به ما داده و هر 4 تا پتانسیلی که براشون در نظر گرفته پتانسیل های کاهشی هست. خیلی خوب، حالا که اینجوریه حق دارم که بگم این گونه هایی که الان هایلایت میکنم اکسنده های مان. این اکسند چی شد؟ ببخشید پاک کنم که اصلا دورش خط بکشم، فکر کنم راحت تری. نگاه کنید این الان اکسنده ماست، این اکسنده ماست، این اکسنده ماست، اینم اکسنده ماست. پس ما 4 تا گونه اکسنده داریم. طبیعتا اونایی که در مخرج هستن گونه های کاهنده مونن. حالا میگه کدام گونه خاصیت اکسندگی کمتر؟ میای تو گزینه ها، اینجا رو خوب بهم گوش کن. میای تو گزینه ها میبینی MG اصلا تو گزینه 1 این اصلا در نیم سلولی که بهت داده MG کاهنده است. پس آقا اینو اصلا بررسی نمی کنی. متوجه شدی؟ یعنی اینجوری باید بگیم MG اصولا در اینجا نقش اکسندگی ندارد. پس این اصلا تو بحث اکسندگی نمیاد. تو ستای دیگه خب ما میدونیم هر ستا الان دورش خط کشیدیم اکسنده هستن، یعنی در نیم سلولی که پلاتین به ما معرفی شده پلاتین 2 مثبت اکسنده شه، مس 2 هم اکسنده است، آهن 2 هم اکسنده است. پس اینا اکسنده هامونن. حالا هرچه ای صفر کمتر اکسندگی هم کمتر. کمترین ای صفر رو تو این ستایی که برای ما باقی موندن کی داره؟ آهن 2. پس آهن 2 کمترین پتانسیل رو داره، پس کمترین خاصیت اکسندگی، بعد مس 2 بار مثبت و بعدش پلاتین 2 بار مثبت. صورت سوال چی خواسته؟ اکسندگی کمتر. پس جواب آهن 2. بیاین سوال بعدی. میگه که کدام گونه کاهنده قوی تری؟ بچه اول همون چیزی که گفتم رو چک کنید ببینید آیا همه پتانسیل هایی که به ما داده پتانسیل های کاهشیه، یعنی از صورت به مخرج عمل کاهشه. بله اولی که 3 به 2 کاهشه، دومی 0 به منفی 1 کاهشه، سومی 2 به 0 کاهشه و چهارمی هم 2 به 0 کاهشه. پس آقا همشون پتانسیل کاهش هم بحثی نداره. حالا بریم ببینیم چی خواسته. صحبت از گونه کاهنده کرد. وقتی میگه گونه کاهنده من باید اونایی که در مخرج قرار گرفتن رو بررسی کنم. یعنی اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام و اینو میخوام. درست شد؟ یه نکته مهم داره بچه، Fe2 مثبت در 2 نیم سلول هست وجود دارد. قبول دارین؟ هم نیم سلول اول ما آهن 2 داره هم نیم سلول، ولی کاهندگیش رو در نیم سلول اول میبینید. در نیم سلول شماره 3 اون آهن 2 به آهن که پتانسیل منفی 41 صدم داره، اونجا Fe2 بار مثبت رو در نقش کاهنده در نقش اکسنده دارید میبینید. سوال خواسته کاهندگی و گزینه 2 بد داده Fe2 مثبت، شما باید به نیم سلول اول استناد کنید، چون آهن 2 در نیم سلول اوله که نقش کاهنده داره. پس حواست باشه. اینو من پاک کنم دوباره برات بنویسم. ببین میگیم گونه
ای دوبار مثبت در 2 نیم سلول وجود دارد. پیش میاد بعضی وقتها گونه هایی هستن که هر دو نقشو دارن. بچه یکی در نیم سلول آهن 3 به آهن 2 شما دارید Fe2 مثبت میبینید، یکی در نیم سلول Fe2 مثبت به Fe. درست شد؟ در اینجاست که این کاهنده است، در اینجا این اکسنده است. پس حالا که سوال داره درباره کاهندگی حرف میزنه، برای Fe دوبار مثبت عدد 77 صدم ملاکه، برای کلور عدد 1.36 ملاکه، برای پی بی عدد منهای 13 صدم ملاکه. هاش دور هم که خودمون میدونیم مطابق قرارداد در همه دمه ها صفر. حالا بچه ها کاهنده قوی تر میشه ای صفر کوچکتر. جواب پس میشه گزینه 3 پی بی، چون از همه کمتر. یکی دیگه ببینیم، میگه کدام گونه کاهنده ضعیف تری؟ اول اون چیزی که گفتم رو چک کن، آیا صورت به مخرج عمل کاهش رخ داده؟ بله. آیوس مثبت به آیو کاهش، بی آر 2 به بی آر منفی، بله کاهش. آجی به آجی مثبت، نه، این عمل اکسایش رخ داده. پس اینو برگردون، یعنی تو با اینش کار میکنی. ای صفر آجی مثبت به آجی، عددشو قرینه میکنی، میشه مثبت 8. حالا بیا اظهار نظر. تو متن سوال درباره چی حرف زده؟ گونه کاهنده. گونه های کاهنده اینا یه دورش خط میکشم، آیو، بیار منفی، زد ان و آجی. درست شد؟ بچه گونه کاهنده، خب گزینه 1 اصلا اکسنده است، اینو بلش کن. گزینه 2 کاهنده است، میدونیم بریم سراغش. گزینه 3 بچه این گزینه 3 منظورش بی آر 2 نه سی ال 2، اینو اصلاح کنم، بی آر 2. گزینه 3 با توجه به نیم سلول هایی که داریم، گزینه 3 بی آر 2 در صورت پس اکسنده است، هیچی. گزینه 4 زد ان، این کاهنده است. خب حالا میگه کاهنده ضعیفتر یعنی پتانسیل بزرگتر. 2 تا گزینه که برامون حذف شد، میمونه گزینه 2 و 4. بچه عدد این 8 دهمه، عدد این منهای 76 صدمه. پس جواب ما آجی.